شبکه مجازی آستان، جایی برای گفتنی‌های ناگفته. اجتهاد به معنای نقد گذشته نیست، به معنای نفی گذشته نیست. اجتهاد به معنای درآوردن جوابهای جدید برای سؤالهای جدید از مبانی قدیم. مبانی ثابتی ما داریم، از اونها به دنبال یافتن جوابهای جدید هستیم. کسانی که فکر میکنند هر سؤال جدیدی جوابهای از پیش داده شده داره، اینها در گذشته موندن. سؤال جدید جواب جدید لازم داره، جوابی مبتنی بر شرایط خودش، حالات خودش. اما یه وقتی شما در جواب جدید خودتون رو از تمام گذشته‌تون بی‌نیاز میدونید، این استحاله است. یک وقت در جواب جدید خودتون رو به دنبال یک پاسخی میگردید که ریشه های عمیق اصولی او در مبانی اندیشتونه. این میشه اجتهاد. در شبکه مجازی آستان یک گامی بر این مسیر بنا شده که برداشته میشه.